سرخط خبرها. واکنش ها به انفجار شهر نو کابل و پذیرش مسئولیت این رویداد از سوی داعش. سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل میگوید که بررسی ها در پیوند به انفجار در رستوران مشترک چینی ها و افغان ها ادامه دارد. دست حلقه اطلاعاتی پاکستان در کار هست و به صورت کلی می توانیم بگوییم که به یک نوع ضربه به اعتبار امنیتی میزنند. گفتگوی تلفنی امیرخان متقی با سید عباس عراقچی. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دو طرف بر اهمیت روابط همه‌جانبه میان دو کشور تاکید کردند و مظاهراتشان واضح بود که حمایت امریکا و اسرائیل داشت. دیدار ضمیر کابلوف با مولوی گل حسن. دو طرف درباره گسترش روابط تجاری، همکاری‌های مشترک و مسئله ویزا گفتگو کردند. و افزایش 2 برابری حملات اوکراین در روسیه. خبرگزاری تاس گزارش داده که از آغاز جنوری تا اکنون حدود 60 شهروند ملکی روسیه در حمله‌های اوکراین کشته شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از ریز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 30 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 20 جنوری 2026 میلادی. مشروع خبرها. گروه داعش مسئولیت انفجار روز دوشنبه در یک رستوران چینی در منطقه شهر نو کابل را به عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری اماق، رسانه وابسته به داعش مهاجم انتحاری پس از ورود به رستوران خود را منفجر کرده است. گزارش از نستر نمیری. در پی انفجار پس از ظهر روز دوشنبه در منطقه شهر نو کابل، یک رسانه وابسته به گروه داعش ادعا کرده است که این حمله توسط یکی از اعضای این گروه انجام شده است. داعش با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را پذیرفته و علت آن را واکنش به برخورد چین با مسلمانان اویغور عنوان کرده است. در این اعلامیه آمده است که مهاجم انتحاری پس از ورود به رستوران خود را منفجر کرد و 25 تن کشته یا زخمی شده است. وانمودن فعالیت گروه‌های توریستی در افغانستان کار بسیار دشوار است. متاسفانه استخبارات‌های منطقه و فرامنطقه تلاش میکنند با استفاده از وضعیت فعلی افغانستان و موقعیت افغانستان علیه کشورهای منطقه ایجاد تشنج کنند و اهداف بزرگ استخباراتی خود عملی کنند. پس از پذیرفتن مسئولیت این حمله از سوی گروه داعش و کشته شدن یک شهروند چینی، سفارت چین در کابل با نشر اعلامیه‌ای از شهروندان خود خواسته است که در حال حاضر از سفر به این کشور خودداری کنند. در این اعلامیه سفارت چین وضعیت امنیتی افغانستان را پیچیده و نگران کننده خوانده است. این سفارت همچنین از شهروندان خود در افغانستان خواسته است که تدابیر امنیتی را افزایش داده و تا حد امکان از حضور در مکان‌های عمومی خودداری کنند. مخصوص کشورهای منطقه و حلقه‌های اطلاعاتی تلاش می‌کنند که با بی‌اعتمادی میان چین و افغانستان ایجاد بکنند و اوضاع سیاسی را متشنج‌تر بسازد. در این حمله دست حلقه اطلاعاتی پاکستان در کار هست و به صورت کلی می‌توانیم بگوییم که به یک نوع ضربه به اعتبار امنیتی میزنند. در همین حال خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل گفته است که بررسی ها در پی انفجار در رستوران مشترک چینی ها و افغان ها ادامه دارد. بر بنیاد گزارش ها در این رویداد 7 تن به شمول یک شهروند چین جان باخته است و شفاخانه امرجنسی نیز تایید کرده است که 4 زن و 1 کودک در میان زخمیان هستند. عبدالمجید د چین د شینیانګ ایالت اوسیدونکی مسلمان و دلته به د چینی مسلمانانو لپاره خواړه تیارېدل او پلورل کېدل به په پرونۍ چودنه کې یو تن چینی تابع ایوب چې مسلمان و او 6 تنه افغانان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. این رویداد با واکنش های نیز همراه بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حمله بر رستوران چینی ها در کابل را محکوم و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. همچنین رئیس جمهور پاکستان نیز این حمله را محکوم و از تلفات آن ابراز تأسف کرده و بر اجرای کامل توافقنامه دوحه تاکید نموده است. ریشه داعش پاکستان است، چرا پاکستان پناهگاه داعش است. این انفجاری که در شهر نو صورت گرفته عاملش پاکستان است، به خاطر اینکه چین با افغانستان روابط بسیار نزدیک داره و پاکستان نمیخواهد که افغانستان یک کشور مستحکم باشه.
گفتنی است که رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی کشور گفته است که خالد المناط رهبری گروه داعش در نوشهر پاکستان را بر عهده دارد و با استخبارات نظامی پاکستان هماهنگ است. به گفته نبیل حمله اخیر کابل نیز از همین مکان برنامه‌ریزی شده و بیش از 50 عضو داعش در آن مرکز آموزش داده می‌شوند. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفته است که دو طرف بر اهمیت روابط همه‌جانبه میان دو کشور تاکید کردند. گزارش از ناهید اندر. در شرایطی که تحولات اخیر ایران و منطقه مورد توجه گسترده مسائل سیاسی در منطقه قرار گرفته است، وزارت خارجه ایران با نشر خبرنامه گفته است که وزیران خارجه افغانستان و ایران بار دیگر بر اهمیت روابط همه‌جانبه میان دو کشور تاکید کردند. در این خبرنامه آمده است که وزیر خارجه ایران علاوه بر تشریح تحولات اخیر در ایران و منطقه، بر عزم ملت ایران برای نگهداری از استقلال، امنیت و حاکمیت ملی در برابر تروریسم و مداخله‌گری خارجی تاکید کرد. در این تماس امیرخان متقی نیز با محکوم کردن هر گونه مداخله خارجی در امور کشورهای منطقه ابراز اطمینان کرد و افزود که دولت و مردم ایران با وحدت و انسجام ملی از امنیت و حاکمیت ملی کشور نگهداری خواهند کرد. امارت اسلامی در طول مظاهراتی که در ایران صورت گرفت نه مداخله داشته و نه هم پشتیبانی از مردمی که علیه حکومت ایران مظاهره میکردند و مظاهراتشان واضح بود که حمایت امریکا و اسرائیل داشت. با این حال شمار از آگاهان تاکید میکنند که امنیت و ثبات در ایران، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی مستلزم همبستگی و همکاری کشورهای اسلامی است و نباید اجازه داد که مداخلات غربی بر سرنوشت ملت‌های مسلمان تاثیر بگذارد. امنیتی در ایران و افغانستان و همه کشورهای اسلامی به نفع جهان اسلام هست و کشورهای اسلامی باید از همدیگر حمایت بکنن و اجازه ندهند که غربی ها بیش از این دستشان را در مسائل سیاسی و داخلی کشورهای اسلامی دراز کنند. تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کلتوری و فرهنگی با مشترکاتی که مردم هر دو کشور دارند، چه از نگاه سیاسی چه از نگاه دینی و عقیدتی، میتواند نه تنها باعث تحکیم مناسبات میان هر دو کشور و حکومت‌ها گردد، بلکه میتواند باعث تحکیم صلح و ثبات منطقوی نیز گردد. این در حالی است که اعتراضات گسترده در ایران به تاریخ 28 دسامبر 2025 آغاز شد که ابتدا به خاطر فشار اقتصادی، تورم و سقوط ارزش ریال شکل گرفت، اما به سرعت به شهرهای مختلف و مطالبات سیاسی گسترده کشیده شد. مولوی گل حسن سفیر امارت اسلامی در مسکو در دیدار با زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از پذیرش اعتبارنامه خود توسط رئیس جمهور روسیه ابراز قدردانی کرد و از موضع مثبت روسیه نسبت به افغانستان استقبال نمود. به گزارش وزارت امور خارجه امارت اسلامی، در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط تجاری، تسهیل روند صدور ویزا برای شهروندان افغان و همکاری‌های مشترک بحث و تبادل نظر کردند. و حالا هم چند خبر خارجی. نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور جنایت‌های جنگی اوکراین به خبرگزاری تاس گفته که از آغاز ماه جنوری تا کنون حدود 60 شهروند ملکی روسیه از جمله 3 کودک در حمله‌های اوکراین کشته شدند. به گفته این مقام روسی بیش از 170 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. او افزوده که تعداد حملات اوکراین در هر روز در ماه جنوری به 520 مورد رسیده است که در مقایسه با حملات ماه جنوری 2025 افزایش 2 برابری را نشان می‌دهد. وزارت داخلی سوریه میگوید که 120 داعشی از زندان در شهر شدادی فرار کردند. همزمان با این یک وبسایت کردی به نقل از سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه گفته است که حدود 1500 عضو داعش از زندان فرار کردند. گفتنی است که این زندانیان در جریان درگیری‌های اخیر ارتش سوریه با نیروهای کرد به فرار موفق شدند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با خبرنگاران در پارلمان این کشور اعلام کرد که ایران همسایه و برادر پاکستان است و اکنون هر دو کشور از روابط فوق‌العاده برخوردار هستند. وزیر دفاع پاکستان افزوده که ایران هیچ طرح یا رویکرد تهاجمی در قبال دیگران ندارد، اما تهدید رژیم صهیونیستی متوجه همه است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.